این کی باشد؟ در نزدیک لباسهای ما چی میکنم؟ همیان تلفن چیزی چاره ما همش در همان جا. باز زود نباشد. های 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 در اینجا چی کار میکنی؟ تو کی هستی برادر؟ دوستی نگرن؟ من چی کار کنم؟ اگر صدا برارم زن بودنم رو میفهمند و با کار قبول نمیکنند. با ما اینطور نگاه نکن. هنی جواب ده. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو خبر شوید. استاد گنگ است. افسوس در حقیقت گنگ است. بیسرم تو در اینجا چی کار میکنی؟ او چی میگوید؟ نمیفهم. هیچ چیز رو نمیفهمم. من فهمیدم. کار میخوام. گرسنه است خوردن میخوام. های جای خالی داریم. استاد رو با کار گیره. ثواب است. مایلش میگیرم. اما دو با دو امانت. خوب شد استاد. کنی هم از به کار شوید. بیایید کنی بیایید رسیم. من سعی کنم. در اینجا چیکار میکنی؟ تو انتظارم نیهان. چرا شب به خونه نآمدی؟ در خونه دوگانه‌ام بودم. تو ما رو خیلی خواطر کردی. نخواست باوریم نمیآید. از آنها میپرسم جواب نمیدیم. سببگار این همه جنجالاتون کیست؟ تو کی رو دوست میداری؟ از من پنهان نکن نیهان. بیا در این باره دیگر گپ نزنیم. نیهان اکرم؟ تو کیست؟ شرف مدیا تقدیم میکند. با تو گفتنی با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو خبر شوید. نه تمام نشده است. مجبور مکن اکرم. این کار بازوری نمیشود. بازوری میشود. راگه مرا سرده. این چی را تو راست؟ اونا به حالش گذار. با تو چی؟ چرا کار دار میشوی؟ دفشم از اینجا. راگه مرا دیوانه کرده. هماخی نکن. این کار بازوری نمیشود. هیچ کس نپرسیده است. دفشم از اینجا. میکشم ابله. احمق نامرد. میکشم تو را. نامرد تو فقط خودت رو فکر میکنی. با تو میبیم دیگر با اون نزدیک نشو. نکنه. تو رو میکشم. فهمیدی نزدیک نشو. میکشم تو را. جنجال میکنه. بس کنه داخلی. شب نمیداره داخلی. بس کنه بگوی. نکر توحید. خانم فراموش کرده. گیری تشکر. سرده اوه بیتار مرا در نزد دوستاشم شرمنده کردی. حالا ایست.
نه من با بیمارخانه میروم. از این واقعه خیلی غمگینم. نمیدونم چطور روزی شدم که به او خونه دار شوم. زیغ نشو. روی حقیقی آدمان رو دیده نمیشود. اما احتیاط کن. او آدمی خطرناک بوده است. خواهد نشو. اگر یکان گپ شد با من خبر است. مایلش. طاهر یافته آورد؟ بله من در مکتب بودم. مادرم در کجا؟ در حجرهشون. کی بود؟ با مادرم چی کار داری؟ باید با او همش رو فهمونم اپا. گوش کن نیهال، یگان چیز نگوی. اگر مادرم شرف مدیت تقدیم میکند. آن وقت برای من همه چیز تمام میشود. میفهمی همه چیز. بس اپا بس. مگر نمی‌بینید با عیب شما بچه‌ها گریزار شدم. با مادرم میگویم وگرنه دیگر برایش نگاه کردن نمیتوانم. ایست نیهال، نگوی، از برای خدا نگوی. سردیت نگوی. ایست. با شما گپ دارم مادر جان. تو با کدام رویت به نزدیک من میآیی؟ کنی مادرم را به حالش بذار. من یگان کاری خطا نکردم. تو چه انسان هستی ها؟ و پسری اپت عاشق شده ای. نه تو آدم نمیشوی. تو دیگر دختری من نیستی. شما حقیقت را نمیدونید مادر جان. حقیقت این است که نه طاهر پسری اپم نیست. جیانی من هم نمیشود. تو چی گفتی؟ اپم طاهر را به فرزندی قبول کرده است. این راست است رابعه؟ ما فرزندار نشدیم مادر. همه کار را کردیم. دیگر علاجی نداشتیم. چرا با من نگفتید؟ شما راضی نمی شدید مادر جان. آن وقتا در شرق زندگی می کردیم و از شما دور بودیم مادر. وقتی داشتم که شما نمی فهمید. حیفی تو رابعه. ما را سالهای دراز فریب دادی. طاهر چی؟ او حقیقت را میداند؟ نمیدوند مادر. تو حق نداشتی که طاهر را فریب دهی رابعه. فهمیدی؟ او باید حقیقت را داند. رفته همه‌اش را با او میگویم. مادر طاهر بعد از این قدر سال اگر فرزند خام بودنش را فهمد به من نفرت میکند. طاهر مرا ارتافته میرود. التماس مرا چیزی نگویید. اگر گویید خودم رو میکشم. جنجال رو بکنید و در رو گشوید. اکی طاهر آمد. طاهر آمد؟ تو به حجرت را چرا دویم همتون مرا تو به حجرت را میگوید؟ در این خانه مرا یگان کس دوست میدارد یا نه؟ من میکشویم. شما خودتون را به ترتیب آورید. خوش آمدید خاله زیلال. خوش باشید دخترم. مرحمت چینید. آمدنتان رو نفهمیدم مونده. در رو با خاله زیلال بخوردم. با خبرگیری بیبی هم می آمدند. ها مادرت چه حال دارد دخترم؟
جان و طاهر فرزند خان بودنش را نگویید. اگر گویید خودم رو میکشم. مایش نمیگویم. حاضر نگویید لیکن پگاچ شرف مدیا تقدیم میکند. میدانم با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو خبر شوید. طاهر نباید در اینجا ماند. برای نصفی روزه چیکار خوراک میپزی یوسف؟ چی میشد؟ نخود شوربا میپزم. تو یگان چیزی دیگر پختن نمیتوانی؟ او فقط نخود شوربا میتواند و خلاص. خیلی دیگر چی پزم آخی؟ از این نخود شوربای تو بذار شم یوسف. بیا نغمه نکن. وقتی خوراک نزدیک شده ایستاده است. یگان چیزی دیگر پز. معلش یک طرفیت میگویم. نمیستم یک طرف. ای یا توبه تو کار شدی مگر؟ هم کار است تو هم گون. او این داروشو برای چی در اینجا کار میکنی؟ تو این رو از اون توپور روستا او رو با کار گرفته است. وای کار کردن نمیتونه تش کنید رود. وای این گونگ بیچاره کاردار نشد. کنی هم از پس کار شوید. کنی راگر یک بار دیگر از پیش رو هم برایی خودت بد میشود. دیگر در خانه مادرت نمیستی؟ نه نمیستم. من باید کاردار نشوم، اما معلوم است که در بینتون نفهمی شده است. در مهمان خانه نزدیکترین برایتان جای گرفتم مادر شد. مرا به آنجا بر زودتر بر پسرم. چرا به مهمان خانه خانم را بیا؟ شما هم بیایید با من در خانه گنوه میستی. خیلی خوب میشد، اما نمیدانم مرا قبول میکرده باشم. او انسانی خوب است، مهمان را دوست میدارد. خیلی خوب میشود زیرا. تشکر. تو هم با ما میروی طاهر؟ مادر جان زینب را تنها گذاشته نمیتوانم. چای گرم. مرحمت. نشی جان. چای گرم. روش میهویم. آی راحت جان. البته. اوستا این کار راست کجویو؟ آخه قریب خیش بسرم میزد. یا خدا همینش نمیرسی. او تو چی خیلی انسان هستی ها؟ این خیلی کار نمیشود اوستا. تو چرا را چشم دیدن نداری؟ بکردم چای گرم. یک طرفیز. تو چی خیلی مرد هستی ها؟ همین یک خلطچه برداشته نمیدونی؟ اگر نتوانی من میبردارم. تو در اینجا چی کار میکنی؟ بهترش رفته لیباس شد. فهمو؟ یک طرف تو این نمیشه داروگر. این باری چندم است؟ پیش از را نگاه کنی نمیشه ابله این آمد. تو کیرانو با کار میگویی؟ انا همین گونگ است تو بهتر کار میکنه. حاضر با تو نشان میدی هم. انا اکنون من با شما چیکار کنم؟ دو آدم کلان چیکار کنم؟ کنی گپ زنید؟ به همش او گناهکار است. دویمو در پیش پایم گشته خلال میرسوند. حتی یک خلطچه رو برداشته نمیتواند. از دوده یگون کار نمیبراید. نه گپ زنیش معلوم است نه کارش. کاری ساختمان وزنی است استاد. کجایش وزنین استا؟ خوب اگر وزنی نباشد پس بیا تو هم کار کن. چون خوراک رو که تیار میکنم. این کارها رو باشد تو میکنی فهمیدی؟ از این پس چای و خوراک رو تو تیار میکنی. فهمه؟
حالا این کار من به تو نشان میدیم. لباسهایتان را جمع کردید؟ جامدانهایتان را هم بردید؟ بعد این واقعه ها دیگر در آن خانه نمی ایستم. خودتان میدانستید که چنین می شود. با شما گفته بودم. باز شرم نداشته گپ میزنی؟ اپا از این گریخته نمی شود. تا هیل امروز یا فردا می فهمد. او پسر شما نیست. اکنون باید اینو قبول کنید. بهترش با خودتان گوید. هیچگاه نمیگویم. به فکرم بین تو و مادرت چی نفهمی شده است. نپرس لال، نپرس. درد من رو کسی نمیفهمد. چطور از این مشکلی ها برآمدنم رو نمیتونم. ذکر نشو رابیه. البته یگان علاج میابه. شکر کن که مادرت و خواهرت سلامتند. من چی کار کنم؟ برفینم در کجاست؟ چی کار میکنم؟ خبری ندارم. کنی یک چشیده بینیم. با من هم ده. مگر این خوراک است؟ البته معقول نباشد در طرف خونه رفته خود. تو خفه نشو. همین من. آفرین با تو جوان. احسن. خیلی خوب شده است. چای با مزه شده است. خوراکت با مزه شده است. از این پس با ما میمونی. فهمیدی؟ با ما میمونی. از پس کارت شو. تو حالا ایست. انتقامی و مظلوم دارم رو میگیرم. رسم و آیین در برابری بین قوم ها و خانواده ها همدیگر فهمی را جاری نمایید. زیرا عائله شرف مدیا تقدیم میکند. گپ زدن نمیتوانی.
با کسی چیزی گفته هم نمیتوانیم. گنگ هستی. اگر اوستا اینجا رو بیند تو رو دفع میکند. فهمیده گیر. چاو. کاش تو رو در همینجا کشتم میتوانستم. افسوس که نمیتوانم. این آخران مکتوبم به تو است توهیل. از این پس عشق قبول دادنم میمونم. اما میخواهم تو همش رو دانی. میدونم که برای اظهار محبت که دیر کردم. برای اینقدر وقت بودم مرا ببخش. تو رو بسیار دوست میداشتم. حالا هم دیوانه با دوستت میدونم. میدونم مرا سرزنش میکنی. چی طرف میتواند خاله و جیانش عاشق شود. اما من خاله تو نیستم. مادرت هم مادر تو نیست. روزنامه هم نیست. دورد برای من تنها طاهر وجود دارد. تا او را دیدنم فکر میکردم که با اکرم خوشبخت میشوم، اما نه. من در حیاتم تنها طاهر را دوست داشتم. یعنی دکتر برای همین با من جنگ کرد. واه بیناموسا، من بازی شهید دست این دو بیناموس شدم. من به تو نشان میدهم طاهر، قصاصم را میگیرم. هر دویتان رو میکشم. هر دویتان رو فهمیدی؟ همه این رو چی خیل جمع کردن؟ من از این گم چی خیل خلاص شوم؟ یافتم. از همه بیشترش اینجا رو آتش میزن. آن رو از کار پیش میکند، من باشم میمانم. اسکنی چی شد نیها؟ اکرم هر دویمون رو کشتن میخواهد. ایستا نیها، اونم شد باز. بیا با دلو میبرایم. آقای حامد شما رو بید من میرم. فهمیدم میلش پسرم. ای خدایا باش چی گپ شده باش. الأزمة السياسية اللي نحن سويناها لازم نتابع شغلنا فيها، بس المشكلة الوحيدة اللي عم تواجهنا إنه ما عم نوصل لهيك نتيجة بالتنظيم، لأنه عم يصير فيها تمردات، وأنتوا بتعرفوا إنه هالشي مو من مصلحتنا، بس ما عم بفهم ليش المراكز اللي معنا ما عم تشتغل مثل ما بدنا. يا جماعة هذا الشغل يلي عم نشتغله نحن اسمه مساومة، وهذا الموضوع بيتطور حسب الخطة يلي نحن راسمينها. يعني امتى ما بدنا نحن فينا نساوي حواجز،
ومننهي هذا الموضوع كله. حتى مين بيعرف، يمكن نوصل لمرحلة انه نلغي شغلة الجبل من اساسها، وهيك منكون نحن مسيطرين على كل شيء عم يصير بالبلد، حتى على المشاريع يلي بدها تصير بالمدينة مو بالجبل طبعا. مظبوط، بس إذا بدنا نهتم بالمشاريع يلي بدها تصير بالمدينة ما لازم ننسى الشيء اللي نحن عم نسعى له، بس لازم نضخم المسألة الكردية، لأنه هي الطريقة الوحيدة إنه نوقف بوجه الانتخابات، وهيك منكون وصلنا للشيء اللي كنا عم نخطط له وأسقطنا الحكم. ولازم نوقف بوجه انحلال التنظيم بالجبال، ونزيد عدد العسكر بالمنطقة عن طريق العمليات ضد الأشخاص لأنها مجربة. بس ما لازم ننسى الإعلام مشان نحسسهم إنه عم يتعاملوا معاملة مواطنين درجة تانية، ولازم نورجيهم كمان إنه في مين عم يشتغل فيهم وعم يلغي لهم هوياتهم القومية واللغة تبعهم، وإنه نحن بدنا نساعدهم. هذا هو الحل الوحيد، وبعدها بنخلق فوضى سياسية، ووقتها شوفوا شلون رح ينهاروا، وأكيد هذا هو اللي بدنا إياه نحن. يا جماعة انتوا بتعرفوا انه نحن ما متحملين يجي حدا ويستغلنا، منشان هيك نحن بدنا نبدأ بمرحلة جديدة بالمجال الاستراتيجي. عم نحضر تقارير جديدة، وهدول التقارير كلها بتضم المسألة الديموغرافية ووضع التنظيمات الإرهابية تحت سيطرتنا. بس نحن لازم نهتم بالشخصيات المهمة بالمجتمع، لأنه لازم يكون في عنا سند نقدر نعتمد عليه، مثل الشخصيات الأكاديمية الموجودة بالجامعات والمحافظين بالولايات كمان. وبعد فترة قصيرة كتير رح نلاقيهم أنه صاروا مثل العجين بإيدينا. وما لازم ننسى المحامين والدكاترة كمان وشيوخ الجوامع حتى الممرضين. بس بالأول لازم نحن نجهز دراسات عن هدول العالم كلها، وهيك منكون نحن سيطرنا على كل البلد. طيب ما قلت لنا نحن كيف بدنا نستفيد من المعلومات اللي بدنا نجيبها؟ بالأول نحن لازم نوصل البلد لمرحلة إنه ما يكون فيها إدارة سياسية بالمرة، وهيك بيكونوا فقدوا السيطرة. حتى السياسيين بالبلد ما رح يبقى لهم مكان هون، وما عاد يعرفوا كيف بدهم يحلوا مشاكلهم. وبعدها ما لازم نوقف عند هذا الحد، ونحاول إنه نضيف على هالشي موجة جديدة من الأصولية، وهيك منكون خلينا الحكومة تفوت بمرحلة أصعب. يعني نحن لازم نوصلها لمرحلة إنه تصير تدافع عن حالها، ومنضل نحن صاحبين القرار بكل شيء. وهيك هن رح يدخلوا بمرحلة سيكولوجية ويفكروا إنه هن المذنبين، وبهالحالة منكون نحن خلصنا كل الشيء اللي بدنا إياه، وما منكون تعذبنا أبدا. يا جماعة بمرحلة التفتيش رح منحول بعض الأشخاص المهمين لمراكز معلومات من خلال بعث الرسائل والإيميلات كمان، ورح منطالع جماعتنا على شاشات التلفزيون. ومثل ما بتعرفوا نحن استلمنا السلطة بهالبلد لسنوات كتيرة، وهذا الشيء قدرنا نوصله عن طريق العالم يلي حطيناهن ومعرفتنا المنيحة بحركة الدولة والبيروقراطيين كمان. والشعب وقتها رح يفهم انه ما رح ننهار، وانه شغلهم وتعبهم راح على الارض، ورح نضل هيك طوال ما نحن قدرانين نسيطر على الدولة، ورح نورجيهم القوة والإرادة اللي عنا، وانه هنن كتير ضعاف. بغض النظر عن الشعب، لولانا هن ما رح يقدروا يساووا شيء ابدا، ولازم نورجيهم شو معنات الشعب والإرادة الوطنية، وانه هذا كله حكي فاضي، وانه لازم هن يعتمدوا علينا مشان ما يصير اكتر من اللي عم يصير فيهم. يعني نحن لازم نخليهم يعرفوا منيح شو بيطلع بايدينا لما بنوقف بوجه الشعب، وانه كلمتنا هي اللي بدها تمشي. بلكي بريحونا بقى وبيتعلموا. يا جماعة نحن ما لازم نستهتر بهالموضوع، لأنه الناس بهالبلد ما بيشبهوا أبداً الناس بغير بلاد، لأنه هدول إذا وقعوا بيرجعوا بيوقفوا وبيكملوا طريقهم بشكل أقوى من الأول، لأنه هن عاشوا مراحل أصعب من هيك بكتير. ونحن غلطتنا لما ما عطينا يلي بيحبوا البلد ريق حلو، حتى نحن ما ساعدناهم بالمرة. تعرفوا ليش غلطنا؟ لأنه هدول صاروا ينادوا بالحوار وبالتعليم والأخوة، وشوفوا وين وصلوا هلأ. وهالشي كله صار رغم أنهم ما شاركوا ولا مرة بالنظام أو بحكم الدولة. مظبوط. وغير هيك هن بلشوا يأثروا شوي شوي ببعض من جماعتنا اللي بنعرفهم. حتى في شخص مهم كتير عنا ما رح تتوقعوا أبدا مين هو، قال إنه استغرب لما شاف أولمبيادات اللغة، وهذا الشي وترني كتير. حتى قال لي ملاحظ إنه في ناس كتير بالمؤسسة عنده اتغيرت مواقفهم. بدي أفهم ليش هيك عم يعملوا؟ أنا متأكد إنه في شي مو طبيعي عم يصير، وإنه في أعداء كتير إلنا قدروا يكسبوا ثقة البعض من جماعتنا، ونحن لازم ناخد حذرنا من هالشغلة. وهيك نحن منكون وقفنا بوجهن وما خليناهم ينجحوا، لأنه هدول يمكن يشكلوا خطر علينا. ونحن عم نقول أنه تركيا مجزأة وشعبها بخلاف دائم ومؤسساتها بحالة تفكك، وهن عم يقولوا تركيا الموحدة.
کنی اینجور چی؟ اول آرام شد. کنی بگوی از کجا فهمیدی که اکرم رو کشتن میخواهد؟ از دیشب باز به این زمان زنگ میزند. تهدید کرد که هر دویمون رو میکشد. برای چی ما رو کشتن میخواست است؟ چرا خاموشی گپ زن؟ طاهر، من تو رو دوست میدارم. میدانم خاله، من هم تو رو دوست میدارم. تو منو نفهمیدی. من کسی رو دوست داشتم که یعنی من کسی رو دوست داشتم که نباید دوست میداشتم. نزدیک نشوه. نیهان طاقت کن چشمان برو کشون. نیهان نزدیک نشوه. نپرونم. نزدیک نشوه گفتم. صداحت را پرت دور شوه. خدا رو میپرونم. نزدیک نشوه. تاره درست بنده به ناموس. خدا را شکر. راگر پسرا بردار. تشکر من نمیشم. زودتر خالی کن. زود باشید بچه ها. اینا رو به آنجا بر. کمک کن. بیسا رو بالای هم گذار. خیلی است. بیا. طاهر احوال خالت چخیل است؟ جراحتش بس پسرم. خدا رو خودش نگه داشته. 2 تیر رسیده است. یکش سوراخ کرده گذشته است. یک توی دیگرش رو از دستش برآوردیم. انشالله صحت می شود. انشالله پسرم انشالله. آن آدم چرا خستی جانتان را کرد؟ چرا شما رو کشتن خواست؟ نمیدونم زینب. پسرم من بیاناتم رو دادم. تو هم در شعبه پلیس انتظارن. حاضر لباسویم رو عوض کنم بیارم. پسرم خب چطور آشپز کردیم ها؟ و من هم خورا بردار شما هم ایستایید
در بیاناتتان امضا گذارید آقای دکتر. اکنون میتوانم روم؟ اکنون میتوانید روید آقای دکتر. سلامت باشید. تشکر. ممکن است از یک چیز پرسم؟ مرحمت پرسید. اکرم، برای چی تو این کارو کردی؟ اول گویا که نیها زنده است؟ بله، وصیت میشد. تو به سوالم جواب ده. من نیها را خیلی دوست میدارم. اگر او را دوست میداری پس چرا پروندی؟ خبرگار این حادثه توی دکتر، توی فهمیدی؟ سببگارش منم. چرا برای من شده نیها را کشتن خواسته است؟ شما این مکتوب راست کجا یافتید اپا؟ من را از بین چیزهایت یافتم. تو چی کار کرده ایستاده این حال؟ اگر این مکتوب به دست طاهر میافتید میدانی چی گپ میشد؟ اپا التماس طاهر باید حقیقت را فهمد. این طور نکنید. چند مراتبه در این باره گپ زدیم. چند مراتبه؟ مگر من به تو نگفته بودم که به طاهر هیچ چیز نمیگویی؟ تو مرا دیوانه کردن میخواهی این حال؟ کیست؟ شما رو ناراحت نمی کنم. نه 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 نه. بیا دخترم گذر. خدا شفا دهد نیهال. تشکر زینب. احوالت خوب می نماید. طاهر گفت که جراحتت اونقدر وزنی نیست و در مدت کوتاه صحت می شوی. من از خودم دیده بیشتر برای طاهر خواطر شدم. شکر که به او هیچ چیز نشد. شکر که تیر به او نرسید، وگرنه نمیدونم چی کار میکردم. با مادرم خبر دادی دفعه؟ ها، خبر هم که باز سکته دل شوند. همین رو میخواهی؟ تو اینقدر دختری بی مسئولیت بوده ای. خیر، من اکنون روم، بعد باز می آیم. خدا شفا دهد نیهال. تشکر زینب، سلامت باش. زحمت نکن زینب جو، من خودم میغون دارم. این رو به من ده. ببندی دخترم. ببخش زینب، ببخش. باری دیگر خدا شفا دهد. تشکر زینب. خانم رابیه، شما رو یک دقیقه ممکن؟ دوش میکنم. میدونید لفافه این مکتوب به لفافه مکتوبی به طاهر آمده مانند بود. در جزودان نیهال از همان مکتوب است. مکتوب؟ چی؟ به طاهر مکتوب آمده است؟ بله، لفافه‌اش هم به این مکتوب مانند بود. لفافه ها میتوانم باید دیگر مانند باشد دخترم. تصادفاً همین خیلی شده است. خیر، من اکنون رفتم. تا بازدید. تا بازدید دخترم. پسرم طاهر، همدردیم را قبول کن. تشکر خاله زلال. یعنی که شما فهمیدید؟ البته گلول خبر داد. خدا را شکر میگویم که تیر به تو نرسید. زیر نشوید خاله زلال، من خوبم. اگر به تو یکان چیز میشد
من چیکار میکردم؟ گفتم که زیخ نشوید، من خوبم. مادرم هم اومدن؟ اومدند. حاضر در نزد خانه. مایلش، من هم به نزدشان میروم. من این موضوع رو محکم میکنم، تو باز میکشایی. امروز زینب دید پگاه طاهر از به اهمیتی تو روز همه چیز آشکار میگردد. تو رو با فیل بابای رساندم و روزی حتما حقیقت رو میفهمد. اپا حتما دمت رو گیر. اگر به طاهر یگان چیز گویی این دفعه خودم تو رو میپرانم. فهمیدی؟ خودم تو رو میپرانم. جانم را بالا آوردی بس بودگی. برم نمت رو مادر، مادر ایسته، شما چیکار میکنی؟ مادر آخر او مجروح است. کاری بود که برای او شده تو رو میپران طاهر. برای همین با نهال جنگ میکنم. و تو یکون چیز نشود گفتا سخت ترسیدم. مادر آرام شوید، نهال یکون گناه ندارد. برعکس پیشم رو گرفته حیاتم را نجات داد. طاهر پسرم، والا خوب نیست، سرم چرخ میزنم. مادر آرام شوید، بید این طرف بزرید اینجا شوید. مادر جان آرام شوید. نهال تو هم گریه نکن. یگان کار با جنجال حل نشده است. زیخ نشوید مادر جان. اکرم را دستگیر کردن، جزایش را البته میبیند. برای چی نهال رو کشتن خواسته است؟ گویا که برای من شده. تو با صحبت کردی؟ بله، اما خیلی کم. او با تو باز چی گفت؟ تنها همین قدر گفته توانست، چون که پلیس رو گرفته بود. نفهمیدم چرا برای تو شده نهال رو کشتن خواسته است؟ من نفهمیدم، لیکن فکر میکنم که سببش جنجالی در نزد مکتب کردم آن باشد، یا شاید بیمار است، چون که برای یک جنجال آدم نمیکشد. تشکر. ماشو خیلی میده باشم. نمیدونم، شاید دکتری افسودی به من. تو با من چی آوردی ها؟ این چه چای است؟ با من این نگاه نکن. رفته با من چای بیار. زود باش، زودتر. چی گپ است؟ چرا با او داد میزنی؟ چند بار گفتم کاری خودش رو میکنن. چای میگویم آب میارن. کارو گونگ است، چیکار کنم بیچاره؟ ما کاری دیگر ندارم که با کار گونگ اندرمان شویم. روان از اینجا. تو چه خیلی انسانی؟ اون نیز به پول احتیاج دارد. تو چرا دخالت میکنی؟ رفته کاری خود از کن. حیوان جا شود اینجا. جا بطرا بده بشکنم. حیوان مردن مرا. های چی کم است؟ چی کم شد بگویم؟ مدار شما را آرانجا بشکنم. همین زودتر همه از پسی کارشان شوند. زودتر میگویم. رفته بچه ها کارو تو این شیر بچه روی خطی لوازمات خوراک شام را نوشتم. با مغازه خوراکواری رو فروشندش مرا میشناسند، با تو کمک میکنم. اگر با اونجا روم مرا میشناسند. تو چی مرا نفهمیدی؟ همه این رو تو از مغازه رفته بیار. او میخواد که من بجاش با مغازه روم استو. تو رفته کارت را کن یوسف. این وظیفه اوست. تو با مغازه میروی. تو نترس رو، مغازه نزدیک است. با چی شده است؟ چرا با من کمک میکند؟ اگر این کس مرا شناست حالا بد میشود.
یعنی تو از ساختمان اوستای اسماعیل هستی؟ مراد لبای این را گیر، چیزهایی در روی خط نوشته شده را آماده کن. خوب شده است. کمی انتظار شو. سلام علیکم. و علیکم السلام. بر وقت آمدم؟ در همه جا تو رو گفتم زینب. به هوای تازه بر آمدم. گفتم که به خبرگیری نیحال رفتی؟ بله رفته بودم. چرا اون شخص نیحال رو کشتن خواسته است؟ سببش رو فهمیدی؟ سببش معلوم. از نیحال جدا شدن نخواسته است. او را دستگیر کرده به سود فرستادن. پس از آنجا با محبس میبرن. زینب با تو چی شد؟ هیچ. برای نیحال زیق شدم. با کجا می روید؟ به نزدیک آقای کمیسر می روم پسرم. می خواهم فهمم که از برفین یگون خبر هست یا اگر یگون خبر پیدا میکردم کمیسر با من زنگ میزد. هیچ گپ نی. من خودم به نزدش می روم. خیر نقص مونه. او قریب که هر روز به نزدیک کمیسر می رود. خالای زیلال بیهوده کوشش می کنند. یافتن برفین دشوار است. مرحمت. برای کار. تشکر. همش رو آماده نمودم سردارم. مرحمت. اینجا بیا. و اسماعیل سلامم را رسان. سرم چرا گام نمیزنی؟ زبانت را خورده ای مگر؟ پیشت را نگاه کنی نمیشود آخه. کمی احتیاط کنید آخه. تو را از کوچه نمیگیریم کو. خب هستی برادر و تو یگان چیز نشد. گیر. این همه دختر است. دختری که پلیس در جستجویش. بار آخر او رو در طرف خانه دیدن، لیک بعد از آن هر قدر کوشش میکنیم متاسفانه او رو نمیابیم. یعنی دخترم خودش را ترکاندن میخواهد. هم خود و هم دیگران را هلاک میسازد. برفین. سردارم درباره مژده به ما خبر رسید. او را در مغازه دیدم. کی دخترم را دیدن؟ زود همه آماده شوید. آماده‌اند سردار. ما میرویم. شما به بیمارخانه برگردید خانم جلال. وقتی که دخترتان را دستگیر کردیم به شما خبر میدیم. من هم میروم آقای کمیسر. او مرا مرده گمان میکند. وقتی که دید زود تسلیم میشود. رفتیم. زودتر باش زودتر. دخترم برفینم به نظر می آیم. برای تو را بردن می آیم. چرا سوی من از پسا می گردد؟ آب نوشیدن می خواهم. نه ناراحت نشو من خودم میریزم.
چی دردی دارد؟ چرا اون مکتوب در جزدان نیهال است؟ زینب لبای طاهر درباره چی فکر میکنی؟ همین طور. غمگین مینمایی زینب، حالت خوب است؟ به نظرت نموده است همش خوب است. من در شهر کمی کار دارم، برای یگان چیز بیارم؟ نه تشکر طاهر. از که اومدنی اون مکتوب رو باید فهمم. فکرم این حال را جواب دادند. دفتر قیدهای بیماران حجره 301 را بیار. مالش حاضر میارم. خانم همشیره بخیر است زینب؟ یگون گپ شد؟ خانم نیحال در حجرهش نیست. همه جا را گفتم او را نیافتم. خودش را خوب حس میکرد. او را جواب دادند. شما سراغش را میدانید؟ در دفتر قیدها نوشته شده است. اگر خواهی میبینم. خواهش میکنم. مکان گفته فروشنده همین جا سردار. آرام باشید، دقت جلب نکنید و بچه ها گویی که بینا را احاطه کنید. اطاعت سردارم. رفیق خان شما رفته اطراف بینا را احاطه کنید. اطاعت. رمزی تو راه را بند. دخترم در همین جا آقای کمیسر؟ بله، از روی گفته فروشنده در همین انشاءات کار میکرده. انشاءالله به یگون نخشی دستگیرش میکنیم. انشاءالله خانم زلال دستگیر میکنیم. چی شدنش معلوم نیست خانم زلال، بنابراین شما اینجا ماند. بایلش آقای کمیسر. با اینجا در اومدن من است. من از پلیس هم شیر بچه. پلیست؟ عمر عکس را نشان ده. در کجا بودن این دختر را میدانی؟ شما او رو میکوبید؟ بله، نامش مژده. مژده؟ در اینجا کارگران زیادن، من نمیدونم، شاید استاد اونا. استاد شما رو ممکن چی میخواهید؟ استاد یک دم اینجا میآید؟ حاضر میآیم. مژده زود گورت از اینجا. من میدانم که تو دختر هستی. پلیس تو رو میجوید. پلیس گفتی پلیس؟ بله تو گپ میزنی؟ بله گپ میزنم. پلیس در کجاست؟ در اومدگاه بینو. من او رو پسر گمان کرده بودم. حالا او کجاست استاد؟ کجاست؟ در آشخانه. شما همینجا مانید. از این طرف. شما خانم همینجا مانید. میلش پلیس تسلیم شو مژده و بیرون برو. تسلیم شو.
با او صحبت کنید، با او گویید که بیرون براید. میلش دخترم برفی، این منم دخترم، مادرم، من نمردم دخترم، و بیرون برو، نزدم بیو. برفی دخترم، این دختر باز گریخته. زود اطراف را محاصره کنید. ایتوان سردارم. برفی، برای بردنت آمدم دخترم، چرا میگریزی؟ بودنم رو میدونستی؟ بله. چرا با من کمک میکنی؟ در اینجا موندن نمیتوانی، تو رو میوبند، باید پنهان شوی. در کجا پنهان شوم؟ یگون جای پنهان شوی ندارم. مادر جان، زق نشوید مادر جان. قریب دخترم رو میکشت، برای چی به من خبر ندادی رو بیا؟ مادر جان، برای بیمار بودنتان نگفتم. الان بینید صحت شده است، یگون شکایت نداره. شد مادر جان، زیق نشوید، من خوبم. چطور زیق نشوم؟ قریب تو رو میکشت دخترم، اکرم چرا این کارو کرد؟ در این باره گپ نزنیم بهتر. اما اکای اکرم شما رو برای اکای تایی رو دوست داشته نتون فرمان؟ بوشم اگر یک باری دیگر گپ زدنت رو شنوم زبانت را میبرم. بوشم کنی از اینجا به حجرت رفت، تو رو در اینجا نبینم. دروغ است مگر؟ گویا که نمیدونیم. همش اینم همین خلق. گلشن رو از اینجا. از من بیزار شده باشید میروم به نزد دوگانم. رو به نزد دوگانت میروی، بوجت میروی، به کجای میروی رو؟ یا توبه، به خدا این دختر سیرهایم رو خوش میکنند. رفته بینید کی آمد؟ حاضر من رفته میبینم مادر جان. زینب؟ سلام نیهال، خوش آمدی. شما رو ناراحت نمی کنم. خیلی ناراحت، بیا گذر، در اینجا نیست. زینب خوش آمدی. خوش باشید خانم رابیه. طاهر در کجاست؟ من تنها آمدم. گذر همین درست میستی؟ ممکن است که با تو تنها صحبت کنم نیهال. البته ممکن زینب، مرحمت. شین روز نیست. تو رو گوش میکنم زینب. من درباره اون مکتوبی که در جزدان دیده بودم پرسیدنی هستم. مکتوب؟ در بیمارخانه جزدانت افتید. در اونجا مکتوبی رو دیدم که با مکتوبی عاشقانه به طاهر آمده خیلی مانند بود. مکتوبی عاشقانه؟ بله. یکی از اون مکتوب ها را پنهانی از طاهر خونده بودم. دختری که این مکتوب ها را به طاهر می نویسد کیست نیهال؟ یک دوگانه. او به طاهر عاشق شده است. چند سال است که به طاهر مکتوب می نویسد و از من خواهش میکند که آنها رو به طاهر رسانم. خدای توبه، میدونی نیهال، من همچنین تخمین کرده بودم.
فکری بد نکن زینب. اون دختر خیلی ساده است و صدقی دل توهیل رو دوست می‌دارد. من با اون دختر شناس شدن میخواهم. اینو ممکن است. او رو حتی توهیل ندیده است. من او رو دیدن میخواهم نیها. نمیشود زینب. او حتی از توهیل میگریزد. حتی خودش رو با او نشان نمیدهد. تنها از دو نگاه میکند و مکتوب مینویسد. خواهش میکنم مرا با اون دختر شناس کن. چرا با او شناس شدن میخوای زینب؟ چرا با او شناس شدن میخواهی زینب؟ اگر اون دختر در حقیقت طاهر را دوست دارد شاید او را خوشبخت کرده تواند. تو چی ها میگوی زینب؟ طاهر با من نیو بلکه با اون دختر خانه دار شده خوشبخت شود بهتر است. مگر همین تبنه خانم رو بیا. حیران نشوید. من هیچ گمان نمی کنم که از این بیماری نجات یابم. باور نمی کنم. نمی خواهم که طاهر با من بر این دختری بیمار خانه دار شود. من خوشبختی او را می خواهم. خانم را بیا. طاهر تو رو خیلی دوست می دارد زینب. زیخ نشو. صحت می شوی. با هم خانه دار شده خوشبخت می شوید. بخیر است انشاءالله که آمده باشد. تو آمدی پسرم؟ تو چی بکار نرفتی؟ بسید مادر جان میفهمونم. گذر مجده گذر. مرحمت داروی به خانه مهمون آوردم مادر. خوش آمدی دخترم. خوش باشد خانم. خوش آمدی. گذر مجده. مرحمت. بیا درو گذر شید. شما گرسنه‌ای؟ رفته یکان چیز آماده کنم؟ خیلی خوب میشت مادر جان. حاضر پسرم تو با من بیا. بیا. این دختر کیست پسرم؟ یک رفیقم. پسرم این چه خیلی رفیق بوده است؟ یا اینکه دختر رو گریزوندی؟ فهمیدم. عروست رو به خانه آوردی؟ چی گویم پسرم؟ عاقبتش بخیر باشد. پدر و مادر خویش و تبار دارد. باز به سرمان یگان بلا نآورد. نه مادر جان هیچ چیز نمی شود. پروا نکنید. همش خوب می شود. پسری با اخلاقی من. عروس هم خیلی زیبا بوده است. چشم نرسد. چه خیلی رو؟ مادرت چی ها میگوید؟ چی کار کنم مجده؟ مجبور شدم. بگذار همین خیلی فکر کند. چاره دیگر نداریم. در اصل چه خیلی که مادرم گفتن. یعنی خودت تنها چی کار میکنی؟ با کجا میروی؟ گوش کن. اگر همین جا مونی نادرست نفهم. یعنی من خانه دار شوی اگر تو مدروکی تو دیوانه شده. خیلی خانه دار شوی. از من خفه نشم مجده. یگان نیتی بد ندارم. من تو رو دوست. گوش کن برادر. من با عشق و محبت کار ندارم. با من دیگر در این باره گپ نزن وگرنه حالت بد می شود. فهمیدی؟ من چی گفتم که تو با غضب آمدی؟ من یک کس رو دوست می داشتم. دیگر کس جای او رو نمی گیرد. انسانی خوبی رفته با یکون کسی دیگر عاشق شد. مرا فراموش کن. من تنها در فکر انتقام هستم و تا آخر عمر چونی خواهم موند. انتقام؟ انتقام کی رو میگیری؟ انتقامی دوست داشتم و مادرم را. با اونها چی شده است؟ با کارهای من دخالت نکنی یوسف.
چی ما رو در اینجا میدارم؟ مادر جان خیلی خونه میره. از اینجا کوچیکنشون رو یوسف به من نگفته بود. در درون نه مادرش است و نه یوسف. ساربان خونه نیز به کجا کوچیدنشون رو نمیدونن سردارم. از همسایه ها پرسید. حتما نفری پیدا میشود که سراغشون رو میدونن. آدمانی محله را یک یک پرسش کنید. زود رئیس محله را جیب زن. بچه‌ش سردارم. با من بیا. و فکرم سراغش را کسی نمیدونه. حتما او را میوبیم خانم جلال. لیکن وقتی زیاد رو میگیرد. اگر خواهید شما روید. احمد. لبای. خانم جلال را ببین. زحمت نکشید. من خودم میروم. لیکن با من گوید آقای کمیسر آیا برفینم را میافته باشیم؟ زیخ نشوید خانم جلال. دیر یا زود او را میابیم. بیایید رفتیم خانم. یک نفر سراغ یوسف رو میدونسته سردارم. کی بوده است؟ آن همین رو دارم. سراغ یوسف را میدانی؟ میدانم. زود ما را آنجا میبری. فهمم؟ فهمم. استاد تشکر زیاد. نمیارزد آقای کمیسر. خوب برای کار. میرویم. تو پلیس ها رو نمیدونی. آنها از 2 سال اینجا رو میابند. اینجا مونده نمیتوانم. با کجا میروی مجده؟ قرار گفتنی شخصی است. باید او رو یابم. سراغش رو بگوی من تو رو به نزدش میبرم مجده. در کجا بودنش رو نمیدونم. لیکن او رو جستجو کردن لازم. من به تو کمک میکنم. همراه میجویم. یوسف تو با کارهای من دخالت نکن. سرت رو در بلا میگذاری. گفتم که من کمک میکنم. تو خواطر نشو. اول باید برای پنهان شدن یکون جوی یابیم. بیا دخترم. مرحمت شین. مرحمت دخترم. مادر ما باید از اینجا رویم. برای چی پسرم؟ مادر چه فهمونم؟ تو دختر رو گریزاندی و میترسی که پلیس ها با جستجویت میآید. همین طور ما باید در یکونجا پنهان شویم. بیا زود رویم. ایستید. شتاب نکنید. من یک جایی بخوف میدونم. اول یکون چیز خورده شکمتون رو سیر کنید. گیرید. زینب دخترم در کجا میگردی؟ تمامی بیمارخانه را کوفتیم. زینب تو در کجا بودی؟ ما را خواطر کردی. من به نزد خالت رفته بودم طاهر. چرا با من نگفتی؟ خودم تو رو میبردم. زینب جون دخترم چی شد؟ و چرا گریه میکنی؟ زینب چرا گریه؟ پدر اگر ممکن باشد با طاهر تنها صحبت کردن میخواهم. مایلش دخترم مایلش. پیش از اون که سبب رفتنم رو پرسی من خودم به تو میگویم. من برای اون مکتوب ها رفته بودم. برای مکتوب ها؟ من میدانم که در مکتوب های به تو آمده چی نوشته شدند. زیرا بی خبر از تو یک دوش رو خونده بودم. خونده بودی؟ بله طاهر. میدانم که این کار خوب نیست اما مرا ببخش. گوش کن زینب. من حتی نمیدانم که این مکتوب رو کی به من میفرستن. آنها برایم اهمیتی ندارن. میدانم. خالت همش رو به من نقل کرد. یک دختری بوده است که تو رو بی نهایت دوست می داشت و سالها باز به تو مکتوب های عاشقانه می نوشته است. به این مکتوب اهمیت نده زینب. چون که آنها با مناسبتی من و تو خلال نمیرسونند. امروز در بیمارخانه در جزدان خالت یکی از آن مکتوب ها رو دیده حیران شدم. در جزدان نیال؟ بله طاهر. طاهر با کجا می روی؟ به خانه بیبی عاد روید. در آنجا کسی شما رو نمیوبد. التماس مادر جان سراغش را یابید. میوبم پسرم میوبم. ای خدا کجا زودتر یابید خانم. پلیس ها حاضر رسیده میآیند.
پیش از به خانه در آمدن همه راههای کوچه را بند. خوب شده سردارم. رفتیم. 2 نفرتون در سرشوی کوچه ایستید. اطاعت. انا سراغشون رو یافتم. خیلی خوب. رفتیم یوسف زودتر. خودت رو احتیاط کن پسرم. عروست رو هم احتیاط کن. احتیاط شوید مایلش. یوسف خدا مددگارتان بود پسرم. خودتان رو احتیاط کنید پسرم. یوسف پناهتان بخدا. زودتر یوسف رفتید. چه شد مجده؟ یگان راهی دیگر نیست؟ از در قفا میبرم. زودتر در را کشاید. پلیس به این طرف بیا. زودتر بیا خیلی دم. رفتیم. نجوم گوریز مجده. مادرم را سکته دل کردنت کم بود که باز طاهر را از نامزدش جدا میکنی. شرم دار. زینب دختری به طاهر عاشق بوده را پرسجو دارد. اگر فهمد که آن دختری عاشق تو هستی تصور میکنی که چی میشود؟ تصور میکنی؟ بس اصافا کفایه. یک افروتوتی بر این تکرار نکنید. بیزار شدم. البته بیزار میشوی. بس کنید آخیره بس کنید. ای بس. مادر این دختر مرا دیوانه میکند. زینب مکتوب‌های به طاهر نوشته‌اش را خوانده است. مادر جان بیا پسرم. خوش آمدی پسرم. بیا پسرم. خوش باشید بیبی جان. سلامتیتون خوب است؟ خوبم پسرم. خوبم طاهر جان. تشکر. شین. تشکر بیبی جان. بیبی جان مرا با دخترانتون تنها میگذارید؟ با آنها گپ دارم. مایلش پسرم. اکنون با من فهمید چون که از بحثای بیپایانتون بیزار شدم. گپ زنید. طاهر یک موضوع بین من و خواهرم. طاهر تو به این کردان نشو. التماس پسرم. از ما بینون میکنید؟ مایلش لیکن روزی میرسد که همش آشکار میگردد. نهاد در آخر زینب هم از مکتوبا آگاه شد. عذر میخوام طاهر. پس چرا آنها را دایم همراهت میگردونی؟ گوش کن طاهر. من میگویم پسرم آن دختر مکتوب آخرینش را به نهال داده بود. نهال باشد فراموش کرده است که آن را به تو دهد. دیگر آن مکتوب را دیدن نمیخواهم. رفته با آن دختر گوی که دیگر نفرستم. اگر نفهمد من خودم رفته میفهمونم. راست میگویی پسرم. میدونی سبب جنجال من و نهال هم همین بود. زینب نباید از مکتوبا خبردار میشد. خدا نشان ندهد قلیل سبب جدا شویتان میگردید. با شما باور نمیکنم مادر.
سبب جنگتون این نیست. شما چیزی رو از من پنهان میکنید. چی رو پنهان میکنی پسرم؟ خوش یوسف، من همه چیز رو گفتم. برای چی منو در اینجا نگاه می‌دارید؟ کنی بگوی با تشکیلات چی علاقه داری؟ من یکم خیلی تشکیلات رو نمیدونم. با شخصانی گفته‌تون علاقه ندارم. پس مژده چی؟ مژده در کجاست؟ چرا شما یک سوال رو توتی برای تکرار میکنید؟ من نمیدونم. گفتم دروغ نگو احمق و ما راستش را گوی. اکا به خدا قسم راستش رو میگویم. ابله مادامی که چنین است، برای چی دختری را که نمیدانی و نمیشناسی به خانه اتان میبری؟ تو چی به عقلی مگر؟ گوش کن دادر، اگر نگویی خودت را از بلا رها کردن نمیتوانی، حیاتت را برباد میدهی. اکا من نگم کاری خطا نکردم. تنها او رو دوست داشتم. او رو حمایت کردن خواستم. آقای کمیسر، تو به چی خیلی دختر عاشق شدی شیر بچه؟ تو میدونی که او یک فدایی است. فدایی است گفتید؟ البته او فدایی است. حالا اگر ما او را دستگیر کرده نتوانیم، هم خود و هم چندین آدمانی بیگناه را به قتل میرساند. نمیدونستم. فدایی بودنش رو نمیدونستم. اکنون فهمیدی. اگر به کجا رفتن مژده را نگویی، تو هم با جرمی هم دستی با جنایتکار گناهگار دانسته میشوی. با من گفت که قرار رو یافتن میخواهم و باید حتما به نزد او روم. در کجا بودنی قرار را او به تو گفت؟ نه آقای کمیسر، دیگر هیچ چیز نگفت. تنها همین رو گفت که به نزد قرار گفتنی شخص میروم. فهمم. خطا نکردیم. اگر مژده و قره با هم یک جا شوند، عملیات عملی میگردد. پیش از واخوردنشان باید یکی از آنها را حتما دستگیر کنیم. اکنون من در این شهری کلان چیکار کنم؟ مرحمت بایشنوی خام. خیلی گرسنم اما پول ندارم. آقای پیش خدمت حساب را می آورده؟ عادل خانم. دوست را دیدم. دوست را دارد.
ایست گفتم یک چیز میپرسم ایست گفتم ایست با من گوی آقای قرادر کجاست آقای قرادر کجاست گفتم کنی او رو سرده گفتم میپرونم تو کیستی از او چی میخوایی من آقای قرار رو میجویم احمد ما رو شناختی احمد من دوگونه اپای جمیله برفین نه خود نشناسم اپای برفین شما قهرمان تشکیلاتت نام رمزیتون هم مجده است همین طور نه؟ مادامی که کی بودنی من رو میدونی پس تو هم آدمی تشکیلاتی البته در کوه بودم به شهر فرستادم احمد من آقای قرار رو میجویم تو جایش رو میدونی؟ میدونم زودتر من رو به نزدی او بر من سراغش رو نمیدونم اما سردارم او رو یافته میتواند بیا رفته آقای قرار رو یابیم یک دقیقه تو چیکار کردی؟ آنگیر خیر از پسی کارت شو رفتیم اپا نیهال صحبت کردم میتوانی؟ توهیل؟ نیهال التماس همه اون چیزی رو که از من پنهان میکنید دانستن میخواهم از تماسهای جنگایتون بیزار شدم برای چی نمیگوید؟ شاید همراه راهی حل مشکل رو یابیم میابیم توهیل این راهی حل ندارد فقط کمی درست رفتار کنیم همش میگذرد گوش کن توهیل شاید پس از سخنانی با تو گفتم از من نفرت کنی اما دیگر این رو پنهان کردن نمیتوانم